سلام همراهان عزیز، خیلی خوش اومدین به کانال شهر داستان. من راوی داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی شما هستم. اسامی که در این داستان استفاده شده مستعار هستند. قبل از روایت این داستان از شما خواهشمندم که برای حمایت از کانال خودتون لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو هم روشن کنید تا به محض اینکه داستان جدیدی آپلود کردم واسه‌تون بالا بیاد و از دستش ندین. خب بریم سراغ روایت این سرگذشت زیبا و آموزنده. تقریباً 1 سال بود که ازدواج کرده بودم و رفیق صمیمی همسرم مرتب به خونه ما رفت و آمد میکرد. تو یکی از همین شبا که اومده بود خونمون، موقع رفتن بدرقش کردیم و گفت ببخشید که مزاحمتون شدم. کفشش رو جلوش گذاشتم و خندیدم و گفتم علی آقا شما مراحمی، هر وقت که خواستی میتونید تشریف بیارید. اینجا رو هم مثل خونه خودتون بدونید. تشکری کرد و رفت. با رفتنش همسرم محسن گفت میبینم که از علی خوشت اومده. شونه‌ای بالا انداختم و گفتم نه بابا. رفتم تو آشپزخونه و همینطور که ظرفا رو مرتب میکردم به فکر فرو رفتم. علی دوست صمیمی همسرم بود که از بچگی با هم بزرگ شده بودن. با هم درس خونده بودن و با هم رفته بودن سربازی. و خلاصه اینجوری بگم که مداوم با هم در ارتباط بودن. بعد از ازدواج ما هم ارتباطشون رو با هم ادامه دادن. محسن چند بار ازم پرسید که تو ناراحت نمیشی؟ گفتم نه، چه ناراحتی؟ من محدودت نمی کنم. میتونی با دوستات خوش باشی و من مشکلی با این مورد ندارم. 1 سالی میشد که ازدواج کرده بودیم و علی آخر هفته ها می اومد خونمون و با همسرم گیم بازی میکردن و خلاصه حسابی خوش میگذروندن. منم میرفتم تو اتاقم و خودمو با تمیزکاری یا کتاب خوندن مشغول میکردم. تو این چند ماه اخیر متوجه نگاه‌های علی به خودم شده بودم. راستش اوایل سعی میکردم جلوش آفتابی نشم، اما یهو نمیدونم چرا نظرم عوض شد. با صدای محسن به خودم اومدم که میگفت مینا جان بیا کارت دارم. دست از کار کردن کشیدم و رفتم پیشش. گفت من و علی میخوایم بریم سفر. تعجبم رو نشون ندادم و پرسیدم حالا میخواین کجا بریم؟ گفت کیش. ابرومو بالا دادم و گفتم خودتون تنها میخوایم برین؟ پس من چی؟ منم باهاتون میام. تعجب کرد و گفت واقعا میخوای بیای؟ گفتم آره. انتظار داشتم مخالفت کنه ولی قبول کرد. قرار شد 4 روز دیگه راهی بشیم و ذوق داشتم. اما میدونستم ذوقم برای سفر نیست. بالاخره بعد از 4 روز 3 نفری راهی کیش شدیم. من مدام حواسم پیش علی بود و اونم همش نگام میکرد. راستش نگران بودم که همسرم متوجه چیزی بشه و اشتباه قضاوتمون کنه. تو رستوران همسرم رفت حسابو پرداخت کنه که علی بهم گفت خوشحال شدم که شما هم اومدین. پرسیدم چرا خوشحال شدی؟ گفت چون با وجود شما بیشتر خوش میگذره. یا آهانی گفتم و خندیدم. بعد شروع کرد به شوخی کردن و جوک گفتن. از خنده دلدرد گرفته بودم. غشغش میخندیدم که یهو همسرم اومد. با اومدنش سریع جدی شدم. نگاهی به هر دومون کرد و گفت چی میگفتین به هم دیگه؟ خنده هاتون کل رستوران رو گرفته. علی گفت جوک تعریف میکردم. اما همسرم اخماش توی هم بود. من خجالت کشیدم و تو دلم گفتم خیلی خنگی مینا. نباید اینطوری رفتار میکردی. تا برگشتن به هتل محسن چیزی نگفت. 1 کلمه هم صحبت نکرد. وقتی رفتیم اتاقمون بهش گفتم ناراحت شدی ازم؟ گفت از اینکه به جوک های علی خندیدی ناراحت نشدم. از این ناراحت شدم که صدای خنده ها تو کل رستوران پخش شده بود. سرمو پایین انداختم و گفتم ببخشید معذرت میخوام. دستمو گرفت و گفت دختر خوب واقعا میگم از رابطه صمیمی تو و علی ناراحت نمیشم. از این ناراحت میشم که صدای خنده ها تو مردای غریبه بشنون. گفتم خب علی هم غریبه است. یهو نوچی کرد و گفت نه اون غریبه نیست. هر جور که بخوای میتونی رفتار کنی. باشه‌ای گفتم و برای اینکه ناراحتیش برطرف بشه اون شب با هم لحظات خصوصی و گرمی داشتیم. صبح روز بعد زودتر از محسن بیدار شدم و دوش گرفتم و آماده شدم. هنوز محسن خواب بود که دیدم یه پیام برام اومده. اومدم پیامو باز کردم و دیدم علیه. یه جوک در مورد اسم من برام فرستاده بود.
منم یه ایموجی خنده براش فرستادم و حدوداً 5 دقیقه بعد فیلم یه دختر رو برام فرستاد و پایینش نوشته بود این هیکلش مثل شماست. از اینجا خورده بودم. انتظار همچین چیزی رو نداشتم. من توپل بودم. فکر میکردم داره مسخره‌ام میکنه. گفتم بده؟ جواب داد معلومه که نه. شما عالی هستی. شروع کرد به تعریف کردن از من. خیلی خوشم اومده بود. همون موقع صدای مهرداد به گوشم میرسید که گفت به چی میخندی بانوی خوشخنده من؟ برگشتم سمتش و گفتم بیدار شدی؟ صبحت بخیر عزیزم. یکی از دوستام جوک فرستاده به اون میخندیدم. یه آهانی گفت و بلند شد و کلی قربون صدقم رفت که بره دوش بگیره. علی به هم پیام میداد و تو این 1 سال سابقه نداشت که با علی صمیمی صحبت کنیم. قبلا فقط در مورد این که محسن مغازه است یا نه یا به محسن بگو گوشیشو جواب بده صحبت میکردیم. خلاصه که رفتیم واسه صبحونه. این بار حتی نگاهامون به همدیگه فرق داشت. برای اینکه محسن قهر نکنه منم سعی میکردم جلوی خودم رو بگیرم. تا اینکه عصر محسن گفت میرم پیش یکی از رفیقام. شما هم برید واسه خودتون خوش بگذرونید. و بعد خداحافظی کرد و رفت. از اینکه علی رو با خودش نبرد تعجب کردم. با علی رفتیم گردش. حتی یه لحظه هم به محسن فکر نکردم. تمام هوش و حواسم پی علی بود و اونم انگار به من دل بسته بود. با خودم گفتم من چرا زودتر با علی آشنا نشدم؟ ای کاش علی می اومد خواستگاریمو. شوهرم علی بود. خلاصه اینکه همون شب علی به هم اعتراف کرد که منو دوست داره و خیلی وابسته منه. اما من هیچ جوابی بهش ندادم که گفت تو نمیخوای چیزی بگی؟ پرسیدم از کی تا حالا عاشق منی؟ جواب داد از روز عقدتون. وقتی دیدمت ناخودآگاه عاشقت شدم. اما به خاطر محسن سکوت کردم. نمیدونستم چی بگم. منم میخواستمش اما نمیتونستم این خیانت رو در حق محسن بکنم. آروم گفتم اون دوست چندین ساله توه و همچنین شوهر من نمیتونم همچین کاری رو در حقش بکنم. متاسفم. تو هم به زندگیت برس و سعی کن دیگه به من فکر نکنی. چون درست نیست و عاقبت خوبی نداره. خواستم برم هتل که اجازه نداد و مانعم شد. میخواست یه جوری قانعم کنه اما من اونقدر دل و جرأت نداشتم که همچین کاری رو بکنم. به خاطر همین گفتم لطفاً دست از سرم بردار وگرنه همه چی رو به محسن میگم. ناخودآگاه دستم رو ول کرد و منم رفتم سمت هتل. شدیداً استرس داشتم و دل نگران بودم. حدوداً 1 ساعت بعد محسن برگشت هتل. همین که وارد اتاق شد سلام کرد و جواب سلامش رو دادم و با التماس گفتم میشه از اینجا بریم؟ من نمیخوام دیگه اینجا بمونم. با تعجب گفت چی شد یاهو؟ گفتم هیچی نشده فقط میخوام برم. دلم برای مامانم تنگ شده. خلاصه انقدر اصرار کردم که فوری بلیت برگشت و گرفت و ما صبح زود راهی تهران شدیم. حدوداً 1 ماهی گذشت و علی نمی اومد خونمون. حتی یه پیامم به هم نمیداد. برای اینکه محسن به چیزی شک نکنه گفتم چی شده علی نمیاد خونمون؟ اتفاقی افتاده؟ مشکلی براش پیش اومده؟ جواب داد کاروبارش زیاده نمیرسه. یا آهانی گفتم و دیگه چیزی نگفتم. من که میدونستم چرا نمیاد. اما چه میشه کرد؟ تقصیر خودم بود. من خودم زیادی جلوی علی دلبری میکردم. طوری که اگه خانواده‌ام متوجه میشدن بیچارم میکردن. چون تو خانواده ما طلاق وجهه خوبی نداشت و دختر نباید طلاق میگرفت و هر کسی که جدا میشد از همسرش خانواده ما اونو بده میدونستن. نگران بودم که محسن از چیزی باخبر بشه و طلاقم بده. 4 ماهی گذشت که علی مجدد شروع کرد به پیام دادن. هی میگفت نگران نباش محسن چیزی متوجه نمیشه. اما من قبول نمیکردم. تا اینکه یه شب گوشی محسن رو گرفتم تا توی یوتیوبش یه چیزی رو چک کنم که همون لحظه پیام علی اومد روی صفحه گوشی. نوشته بود با این زنت چیکار کنم؟ از ترس تو جواب منو نمیده. بهتره همه چی رو بهش بگی. دستام شروع کرد به لرزیدن. قلبم تو دهنم میزد و فوری رفتم پیام ها رو باز کردم. با چیزایی که خوندم حس میکردم خونه دور سرم داره میچرخه. باورم نمیشد. اصلا باور نکردنی بود. اونا همش در مورد من صحبت میکردن. محسن به علی گفته بود دوست داره ما رو با هم ببینه. اینقدر چیزای زشتی گفته بودن که من واقعا خجالت میکشم اینجا بگمش. باورم نمیشد که محسن اینقدر بی غیرت باشه.
یهو در اتاق باز شد و محسن اومد تو. صدام زد و گفت مینا جان. با دیدن قیافم حرفش نصفه موند و مدتی به همدیگه نگاه کردیم تا اینکه به حرف اومد و گفت چی شده؟ گوشی و بالا آوردم و گفتم اینا چیان؟ گفت اجازه بده برات توضیح میدم. نیشخندی زدم و گفتم چیو میخوای توضیح بدی؟ اینکه چقدر بی غیرتی؟ چطور تونستی واقعا؟ من زنت بودم، میفهمی یعنی چی؟ اونم نیشخندی زد و گفت تو مگه خودت به علی دل نبسته بودی؟ مگه دلبری نمی کردی براش؟ الان من آدم بده شدم؟ شروع کردم به داد و بیداد کردن و گفتم من هرگز بهت خیانت نکردم. علی به هم درخواست داد و من رد کردم. اصلا نیازی به گفتن اینا نیست. خودت که خبر داری نقشتون 2 نفره بوده. از اینکه این قضیه رو تحمل کنم برام خیلی سخت بود. چند روزی رفتم خونه مادرم. به اونا نگفتم قهر کردم، ولی بیشتر از این طاقت نداشتم و باید باهاشون حرف می زدم. ولی نمیخواستم بگم که محسن همچین کاری رو میخواست در حقم بکنه. من از آینده این کار میترسیدم و نمیتونستم با محسن ادامه بدم. میدونستم آخرش چیز خوبی نیست. برای همین تصمیم گرفتم که ازش جدا بشم. محسن مدام به هم پیام میداد و فقط همین حرفا رو تکرار میکرد و میگفت بیا ستایی با هم باشیم و اشکالی نداره. هیچی عوض نمیشه و همیشه همینطور که بودیم برای هم هستیم. منم بیشتر کلافه میشدم تا اینکه با کمک پدرم درخواست طلاق دادم و ازش جدا شدم. اگه شما جای من بودین به اون زندگی 3 نفره ادامه میدادین یا جدا میشدین؟ لطفاً نظرتون رو از قسمت کامنت ها برام بنویسید. دوستان عزیزم ممنونم که گوش دادید. لطفاً با لایک کردن و سابسکرایب کردن از کانال خودتون حمایت کنید. تا داستان بعدی، خدا یار و نگهدارتون.